سلام. امروز اومدم اولین عمل زندگیمو انجام بدم. خیلی استرس داشتم تا چند روز اول، یعنی 2-3 روز اول خیلی استرس داشتم. حالا امروز که روز عمله یه خورده آروم شدم، ولی خب بازم به دکتر گفتم قراره بیاد یه سرم بهم بزنه یه خورده بیشتر آروم بشم. خیلی هیجان دارم، نمیدونم قراره چی بشه، چه شکلی بشم. یعنی احتمال اینکه خیلی تغییر بزرگی انجام بشه روم هست و امیدوارم که همه چیز خیلی خوب پیش بره. این تختمونم ببینیم چجوریه، چون برای بار اولم میخوام تخت بیمارستان بخوابم. قبلا که با خواهرم 1-2 بار اومدم دیگه، انشالله ویدیوی عمل خواهرم هم دیدیم. با خواهرم اومدم. خیلی راحته. ایشالله که همه بیمارستان اومدن و رو تخت خوابیدن ها همه واسه زیبایی باشه، واسه خوشگلسیون باشه و هیچ کس واسه درد و چیز دیگه ای نیاد. وسایلام هم بچینم توی کمد ببینم چیه. دیروز که اومدم برای آزمایش خون و معاینه و اینا بهم گفت اگه از این بالشتای گردنی داری بیار با خودت. اینو من پارسال گرفتم، رفتم مسافرت، تو از اون موقع دیگه استفاده نکردم تا امروز. وسایلامون هم میچینیم، لباسم آوردم بچینم تو کمدش، سرعتیرم آوردم بچینم بپوشم بعد از عمل، چون باید یه چیز راحت بپوشی دیگه. بعد اینجام نه کولر و اینا بازه، گفتم چیز کنم یه لباسی باشه گرم باشه حداقل، چون بعد عمل دیدین که آدم میلرزه، یه لرزی داره دیگه توی وجودش. اینم اینجا باشه دیگه. خواهر گلم اینم وسایلی که برای تو اتاق عمل باید بپوشه. این پلاستیکه، این باید بذاره سرش. عینکم هم دیگه اینهاش میذارم اینجا دیگه پول و اینا نیست دیگه، همه پولامون هم دادیم به پذیرش و اینا، تمام شد رفت سر. اونم گفتش که یکم دیگه میام بهت میگیم بپوشی. اینا هم پده واسه دستشویی کردم. حالا اتاقم هم نشون بده، همون دستشویی و اینا هم نشون بدیم، یه تور روم تور داشته باشیم. تلویزیون داره، چون لباسی داره. این سری شانس من اتاق کوچولوه، ولی اون سری شانس خواهرم خیلی خوب بود. ولی خوب بود اونجوری شد چون خیلی از دوستان اومدن بهمون سر زدن. دستشویی همه جا بوی شوینده میده ها، تازه تنس کردم ولی الان بد شد از بوی شوینده. از ویوی اتاقمون خوبه. من این قسمت شهرمون رو دوست دارم، جای چیزیه، ساختموناش و اینا همه جدیده و اینا هم قشنگه. تقریبا 1 ساعت دیگه میرم برای اتاق عمل. الان ساعت 11 است، بهم گفته 12 اینا میبریم واسه اتاق عمل. با دکترمونم چیز کردیم، صحبت کردیم و اینا. میخوام توکی بگم، گروش میکردیم، صحبت کردیم و اینا. گفته که این شکلی میشه. حالا ایشالله ببینیم چی میشه. البته که زمان میبره تا بخواد قشنگ بشینه روی همه چیز و صورت و اینا. بعد از زمان دیگه میفهمید چه عملی کردم. تو که گفتم صورت و این حرفا دیگه خودتون میفهمید چه عملی انجام دادم. Hepsini çıkardım. Lens falan var mı gözünde? Yok. Ses var. Bu parmağı çekeniz ki. Gel. نه ترس ازش، ترس نداره. نه ترس. sakinleştirici zaten.
هیچی نیست، هیچی حس نمی‌کنی. میری همه بهت سلام میگن، خوش اومد میگن، آهنگ میذاری، بعدش هم دیگه هرچی بعدش هم دیگه اصلا هیچی یادت نمیاد. استرس نه، هیجانه. هیجان استرس چی؟ ترسه نیست، هیچی نیست. خب حادث خانم از اتاق عمل اومد بیرون با یک دماغ خیلی خوشگل. یه چیزی بیادم بود. خب نفسم چیزم بکشم. اون واسه این که بیهوشیت میذارن تو گلوت. خیلی بد بود نفسم تا رفت. وقتی اونو کشیدن دهن بیرون با بهوش بودی؟ آره چیزم نفسم درش نمی آوردم. خب باید مطمئن بشم بهوش اومدی بعد در بیارم. بهوش بودم. بهوش بودی؟ چرا در نمی آوردن؟ اشکال نداره. خوبی الان؟ چی؟ درد داره دماغت اشکال نداره، عمل کرده دیگه. عادی آره. ساعت 3:30 اینجا تموم شده بود عملت. کسی چی نمیزنم. چرا گفتش که واسه تو آرکسیجی. بعد حدود یک 5 ساعت دیگه هم بلند میشه، میتونه راه بره، غذا بخوره و همین دیگه. دماغم میخوره. دماغم میخوره بخوره نه؟ خیلی خوشگل بود. الان یه خورده برامش خورده. ولی لب تو کجا ژل زدی؟ ایران زدی یا اینجا؟ مثلا اینجا زدم. آدرس این واسه تو بری بگو من تو بیوشی الان به تو آدرس تازه میدم. بیوش منم آدرس میخوره. خب بدم من تو هوشم داشته باشم یادم نمیاد کجا ده. باید شمارش رو بدمش. خب بعد از ساعت ها میخوایم بریم یکم حادث خانم راه بره. چند بار بهمون گفتن برین راه برید، هی ما یادمون رفت. الان دیگه یهو خوابید گفتم آره فشارش افتاد، هی نمیتونست راه بره. الان بهتره خدا رو شکر. الان میخوایم یکم راه بریم توی راه رو، بعد برگردیم. قراره تا اون ته بریم و برگردیم. خدا رو شکر خیلی بهتره. ولی خب 2-3 بار فشارش افتاد. علامتش یه سرم زدن، سرم خوب بود، بهترش کرد. الان بریم یه دور بزنیم بعد بیایم بریم بخوابیم دیگه. صبح بخیر. ساعت 7. دکتر اومد 2 تا درم توی دماغ حادث بود در آورد. گفتش که خدا رو شکر نه ورم داری نه کبودی. صورتتو کلا میتونی دیگه با آب سرد بشوری. صبحونمون اومد. من صبحونمو تموم کردم. همونطور که میبینی هیچی دیگه نمونده. خدایستم الان صبحونه‌شو خورده. یعنی تقریبا 3 تا نوشیدنی هم اینجا داره. یه دونه آب آناناس، چای و آب. هر کدوم دیگه به ترجیح خودش میتونه بخوره. عملت چطور بود؟ خوب خدا رو شکر. کرد هر نفس تا بکشم و دوایی خیلی بد. آره اون یه خورده سخته. بعدی که تامپوناسو دیگه در آورده خیلی راحت تر میشه. یعنی یه هفته دیگه نه اینکه الان نتونی بکشی، راحت تر میشه. فعلا محکم خوب شستشو که بدی دیگه نفس میتونی بکشی یواش یواش. حداقل یکیش باز میشه. انشالله. تونستی چیزی هم بخوری یا فقط عسل خوردی؟ که عسل خوردم که با پنیره خیلی سوازی با این یه کمی سفیده تخم مرغ بهش پوست کردم خورد. زردش اینجا، زردش رو نخورده دیگه. حالا یواش یواش بلند شیم بپوشیم بریم برای مرخصی. دکتر گفتش که کارتون که انجام دادید، صبحونتون که خوردید بیاید پایین دیگه میتونید برید. صفر آقای دیگه داری بریم خوره.
خدا رو شکر دیگه همه چی خوب پیش رفت. دیگه مرخصیمون کردم منم داروی خواهم میکنم. من الان نشستم اینجا، مرضیه رفته داروامو بگیره دیگه بریم خونه تاکسی بگیریم. منتظر تاکسی دقیقا همون جایی که مرضیه نشسته بود سری قبل توی ویدیو قبلی. منم الان همونجا نشستم دیگه بریم خونه ببینیم چه استقبالی میشه ازمون. به خدا رسیدیم خونه. تمیز باشم مرتب میذارم که بخواب استراحت کنم. حالا از مامانی گفت میگه بگو واقعیش چیه. دخترم هم استقبال میکنه اولین نفر. باز کنم. سلام. فکر نمی‌کردم به زودی بیای. بفهم. زوج مبارکت باشه. مرسی. سلام کوچولو. سلام علیکم. خوبی؟ خدا رو شکر. قشنگ شدم؟ خوشگل شدم؟ نه تازه بدترم شده خود یک بار چسبنده باروری تا یه هفته با من اینجوری تحمل کنی. داده کو تحمل میکنی مرا؟ مارتیه ککی کیستا امروز روز سوم عمل بره. اینم از وضعیت ورمی که میبینید ورم کردم. حالا خدا رو شکر خیلی درد زیادی نداشتم، کمودی هم نداشتم. حالا تا ببینیم از امروز به بعد چجوری پیش میره. مرسی که با من همراه بودید. دوستتون دارم. خداحافظ.